اداره مسلمانان یا مفتیات قزاقستان روز 25 ایول سال 2024 با نشر یک اظهارات در فیسبوک برای رفتار شرم‌آور سرخطیب ولایت قوستانای بختیبک توجنبیت عذر پرسید و او را از این مقام برکنار کرد. بختیبک توجنبیت ساعت قریب 3 شب 23 ایول در نزد کلوب شبانه رگیون 3 در شهرک کورورتی بوروبای در حدود ولایت اوقمولا در حال به دست افتاد که در حالت مستی سر فرمان ماشین تمغه تایوتا قرار داشت. روشن نیست که سرخطیب ولایت قوستانای در نزدیکی این کلوب واقع در ساحل کول بورابای در فاصله 500 کیلومتر از قوستانای چه کار میکرد. روز دیگر در جریان بررسی پروندهش در دادگاه نویه بوریبای بختیبک توجنبیت گناهش را به گردن نگرفت و گفت که گویا قمیص نوشیده بود نه مشروب بود، ولی نتیجه های تشخیص حالت برعکس را نشان میدهد. در قرار دادگاه گفته شده است که بر اساس نتیجه های تشخیص سرخطیب قوستانای در حالت مستی قرار داشت. به بالای این در دادگاه ثبت ویدیویی زمان بازداشت بختیبک نمایش دادند. در این نوار در پاسخ به سوال کارمندان پلیس سرخطیب اقرار میکند که پیوا نوشیده است. در نتیجه دادگاه سرخطیب را بر اساس ماده 608 کودکس جنایتی قزاقستان در راندن ماشین در حالت مستی گناهکار شناخت و به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرد. با قرار دادگاه بختیبک توجنبیت همچون برای 7 سال از حق رانندگی محروم کرده شد. اما این هنوز پایان کار نبود. مفتیات قزاقستان در اظهاراتش گفت افرادی که معیارهای قانون و اخلاق خادم دینی را دغلانه ویران میکند حق معنوی برای کار کردن در ساحه دین را ندارد. بختیبک از مقام سرخطیب ولایت برکنار کرده شد. مفتیات همچنین برای رفتار کارمند بلندپایش از مسلمانان عذر پرسید. اداره مسلمانان قزاقستان این حادثه را با تأسف بزرگ قبول کرد و از جامعه مسلمانی کشور معذرت می‌خواهد. معلومات درباره بختیبک توجنبیت الکی صبح 25 ایول از سامانه رسمی مفتیات پاک کرده شد.